سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. من الان در حال حاضر خونه مامان بزرگمم. بعد خونهشون حیاط داره همونجور که مشاهده میکنید و امروز هوا عالی بود، عالی، و آسمون آبیه، دار و درخت هم هستش. گفتم که چه بهتر بیام توی این وضعیت براتون ویدیو ثبت کنم. و اینکه تاپیک امروزم بچه‌ها در مورد چیزیه که خودم تازگی کشفش کردم و امکان داره خب یه سری زودتر از من کشفش کرده باشن و دارن ازش استفاده میکنن. چیزی که خیلی تازگی ذهنمو درگیر کرده و به نتیجه‌ام رسیدم که خیلی هم جواب میده اینه که اونایی که تو زندگی بیخیالن و اهمیت نمیدن به هیچی، واقعا میگم، هم حالشون خوبه، هم موفق‌ترن تو کاراشون و خیلی هم خوب کاراشون رو پیش میبرن بدون هیچ دغدغه فکری یا تله ذهنی و آره خیلی راحت برنامه‌هاشون رو پیش میبرن بدون اینکه نگاه چرا بعلا تو این وضعیت بیان از اینا چیز کنن؟ بچه‌ها ببخشید من قطع کردم ویدیو رو. داشتم میگفتم آره بدون اینکه نگاه کنن قراره یک سال بعدشون یا فرداشون یا 2 ماه بعدشون قراره چی بشه، خیلی راحت روزشون رو شروع میکنن، برنامه‌هاشون رو پیش میبرن و ذهنشون در طول این مسیر همیشه خاموشه و همیشه هم حالشون خوبه. مثلا ما نگاه میکنیم میگیم که وای فلانی رو دیدی چقدر وضعیت زندگیش یا شرایطش داغونه ولی همیشه حالش خوبه. یا مثلا طرف رو نگاه میکنیم که آره خانواده فاکت آپی داره، وضعیتش داغونه، نابسامانه، ولی حالش از منی که شرایطم خیلی خوبه خیلی بهتره. حالا این مثالی که دارم میزنم نه کسی رو مد نظر قرار دادم نه چیزی، ولی خب چیزایی که توی روزمرگیامون و توی آدمای دور و اطرافمون میبینیم این قضیه رو. راز اونا، یعنی راز کسایی که شاید دارن توی شرایط بدی زندگی میکنن ولی حالشون خوبه و برنامه‌هاشون رو پیش میبرن، اینه که به هیچی فکر نمیکنن و فقط دغدغه‌شون اینه که من امروز وقتی از خواب پا شدم و زنده ام چه کار مثبتی میتونم امروز انجام بدم. چون بخوای یا نخوای و اینو قبول کنی که معلوم نمیشه که تو تا کی زنده ای. شاید امروز دور از جون هر کسی یا من شاید بمیریم، فرق نمیکنه. شاید امروز، شاید فردا، شاید 1 سال بعد، و این یک حقیقتیه که واقعا به پیشونی ما زده شده و نمیتونیم جداش بکنیم و اینا باید بپذیریم که یا امروز یا فردا یا هر روز دیگه‌ای مرگ میاد خیرمون رو میگیره و ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. و به نظر من اون کسایی برد میکنن که این حقیقت رو فهمیدن و براش دارن تلاش میکنن که یک زندگی بهتری داشته باشن، یک روز مفیدی داشته باشن. و به نظرم دغدغه ما هم باید همین بشه که وقتی من امروز از خواب پا شدم چه کار مثبتی میتونم بکنم، چی میتونه بهم اضافه کنه و حالمو بهتر کنه. ورزش کنم، بنویسم، آهنگ گوش کنم، برقصم، مهارتی که بلدم رو بروزترش بکنم، چیزایی که بلدم رو بیشترش بکنم، با دوستان برم بیرون، روابط عمومی رو بیشتر بکنم، دایره رفاقتم رو بیشتر بکنم، کارهایی که حس خوب بهتون میدن و روز به روز بیشترش بکنید. و یک معضلی هم حالا من خودم دارم، بقیه رو نمیدونم، معضلی که دارم تو زندگی اینه که همش میگم هر کاری میکنم کافی نیستش. ورزش میکنم، پادکست گوش میدم، در رابطه با رشته‌ام مطالعه میکنم و مهارت یاد میگیرم، هی میگم کافی نیست اون کاری که دارم میکنم. و راستشو که بخوای، ندارم به خودم میگم، راستشو که بخوای هیچ وقت کافی نیست، هیچ وقت کافی نیست و تو باید روز به روز که از خواب پا میشی به اون مطالعه دیروزت اضافه بکنی. زبان که داری میخونی باید دوباره امروز یه چیزی یاد بگیری، یه کلمه جدید بهش اضافه کنی و این قضیه تا خود مرگ ادامه داره. و این حس ناکافی بودن 2 تا ساید داره، یک ساید مثبت، یک ساید منفی. ساید مثبتش اینه که تو به روز و به روزتر میشی هر روز. ساید منفیش اینه که آره خودتو ناکافی میدونی که بعد روش کار کنی، یا حالا پیش تراپیست میری یا هر چیزی. ولی
اون ساید مثبتش خیلی خوبه، اینکه تو در روز کار مثبت انجام میدی و فکرتو آف میکنی. فکرتو آف کن و از روزت به بهترین نحو ممکن استفاده بکن. همین دیگه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.